سلام دوستای عزیز دیگه، چطورین؟ خوبین؟ جامان خوبه؟ بخیرین؟ وقت خوشین؟ خدا کنه که وقتشون خوش باشه. مثل از ما دیگه میتر بگردیم قدی چکنه ریزه خوب وقت خوش باشین دیگه. ما میتر انده میخانه میچنی اولی تایستان من دایی و زیاده 10 سال شدم بورشتی دیگه. این میخانه مسایل کن هم خانه سیل من اینجا اشکنده است که بارش که دقیقه این اشکم کم گلگی چیشنون تندور میده و زیاده رستخانه دادم نبودیگان بس سیل است دیگه. خدا کنه که وقتشون جور باشد، جانشون جور باشد. اینجا بورشتی سیل کنی خانه خود زیاد خانه خوبیش را بخی افسون رفتادیم یک لحظه همون شیشتیم بچار آردیم یک لحظه اینال نقلی دردی رو آسخص گفتیم میزل مزامت میکدی و بچار زبطا نقل میکد آمادی آردیم این ترزامت میکدی یعنی رقم کومو رفت یاوری رو جمع میکدی تیر شد دنیا این رقم این که خدا کنه که شما بینده مزه گولین دیگه سیل کنین مایت کنین مزه گول را دیگه زیاد چیز بودیم دیگه. سلام کنم. خب سلام دوستا، خدا کنه جور باشین، وقت خوش باشین. سلام و بهش شما در کوی ارمین هستین، خوب باشین، جور باشین، وقت خوش باشین. سلام و بهش دیگه. خدا کنه وقتشون خوش باشه دیگه. سلام دیگه. خلاص شده بی؟ خب به نام خدا سلام ارادت خدمت همه دوستا برادرها خوارا. امیدوارم در هر جای کره خاکی هستین خوش باشین، سلامت باشین، جانشون جور باشه، کنار فامیل خوش باشین دیگه. خوشم دید در برنامه کوچولوی اسمو ریزه دیگه زیاد کلان نیه. همده قطعه خوب قطعه همده خانه آجه خزیاره خانه آجه مزیم شکه امده نشوب دیدر شمو که 10 سال شده مزنجی برشده چرقم شده در چی وز رسته دیگه. قد از مو باشین همیشه مور حمایت کن، دست مو بگرین دیگه. مو کوشش ویدیوهای خوشگل بلی شما توخ کنین، کامنت کنین دیگه، لایک سابسکرایب اینا یادشون نره. سلامت باشین، قد از مو باشین دیگه. جای از کجا نشوب دی خانه اینی سویلا مشان حیات را بکریم گاین چی قربت زندگی مکتش ترایاگیل بود خانه که لمنده نرکنه پنجره دوستا دیگه. اینجا دیدگو بوده کنی کنج این کنج سمت بیرون ترایاگیل بود اینجا دیدگو دیدگو بود گایالی رخی اوار شده خلاص رفته بلند بود سنگایش بلند اینیا بلند بود. اینی سر ریگایش ریخته خاکایش هم در روی حیات کلان بلند که خراب شده دیگه. اینی تندور بود آبای بین باش اینی تندور بود دیگه. اما کم که میگردیم سرش کمک واشته معلوم میشه دیگه. 2 سال که میرقم منده اینی درشیه در حیات بود درگاه داشتا اینی چونیش کنده شده چونیش کنده بوده اینیا خدا بیامر سایه اینجا کنه پایه بود که اینی درگر میوردی در رو وصل میکدی بستم کدی قفل اگو زنجیر میکدی که درش مکم شنه که قوم مردم یا ما کچشتم یا اینی پچکشته چلش شده بلند بود چکنشته که بلند معلوم شده اینی قسم بود اگر بازه اینی بچم چشخم شده دیگه که این سو بیاد سایی دیگه سنمه دیگه این درشیه این درش ششم که میده شده دیگه درم که کنه شده نجه خیلی شده دیگه شیفت نمشه فقط اینی قفل کنه باشد که این واز مونه که اینجا یک دانه دوستایی که زنگ چکنه بشنیم ریواز مامان خیلی گابده زنگ داخل و جرگ داده از وقتی مثلا زنجیر که مگداد از وقتی اون زنگ را مثلا که پشت دروازه شارمار کستنه که زنگ من جور نمیزنه داخل درگاه چخ واسنه او اونجوری بده فقط نفر خبر مگداد از
توخینش میمده در ترکر زنجیر شواز نکته که او برقی حالایش کنفته دلم بود که 50,000 کس بیدیم وست نداشتیم دیگه بچانی وقتی خوشگله که میرم جایش گیل کنه دل میچکه خانه خسور میاد دیگه جور کم نمیشه دیگه خانه بابیت بوده نه بابی مزیان زندگی ده بابی خود من زندگی ده یک مامی کن مزید زندگی نکته گاه رفته ریزه اینجا رفتن سیلی اینجا بخیلی رفتش اینی چیزه دیگه سلم گیره دیوال اولی دیگه اولی تقریبا نفس بلند دایی رازی سرک جدا بوده این طرف پیشخانه گفتم شه این طرف سرک مردم مورمه که اینجا یک دانه خوره دو دانه خور بوده یک خراب شده دیگه اینجا خور بوده سر مرد که اومه بستن بوده گاه ساله دیگه از وقت ما هم دوم اینجا خرمر بسته نشده یعنی اینجا گاه ما رزد دوم اینجا خاک جمع کردیم کادو کشت میکردم یادت نمیده سیله؟ منده دو دانه کادوک داده یک سال دیدن کادوک داده آجای مزد یکش بیروش داد یکش خوب شد رسیده داد گه نشان کنی؟ نشان بدی خوب دوستان دیدل دیوال خان بابی مزیان دیگه این دیوال توخینه یا اینی کارگوش نیست دیگه اونو قسمت قبله که بینجی او چیزه آجایز خیلی؟ بخاری توخینه که در تندور که میره و نل میکشه از اونجا دود پر میشه که خانه گرم باید دیگه اینیم پنجره خان بابی میه و پنجره کچه شوسویه دور سایه این پنجره کوچولویش کسته دور افته و بعد از دور افته و میاد که خیلی ریزه دیگه ایرم واشی خرابه کوره دیگه ایر درایشی چیم زیده که بخی بسته شده دیگه گنی موریایه بلی موری چیزش تن خالیزیا بلی موری اینزیش تا کربم نه خاکماک نره گو چیز دیگه ایشرم موری گلخویه آشپزخانه با آشپزخانه میگن عملا دیگه این چیزه دیوالشه دیگه پشت بامشه شما پشت بام میگین دوستا مو دیوال میگی دیگه این موضوع اینی خاطر من بابی میگه که از گاه صادق تا الان کادو بوده دیگه نه همیشه کادو بوده دیگه همیشه این چیالا مالا قیلنن خشک میلن ترخ نمیلن خشک برای زمستان اینا از موری شو نه باز مورا داخل تخته نه که زیاد جمعش نه خوب زیاد شنه دیگه دو تا موری داره دو تا موری یالم که دادیست خالی مزیه و هم میالم به عنوان کادو استفاده نشی عشقه مشقه همه چیز خمیره اینج قیله نه بله زمستان برای مالا دیگه همین دوستا دیگه از خانه بابی ما که 10 سال شده زندگی نشده خانده بینشی دیگه دیگه کلان خراب شده اینی سر دیوالا قشنگ وشمیم که سنگاش کنده شده سر گیل میل شی دیگه باریش کده آورده دیگه باریش آجای تو کمک ایسه که این دوستانی هم سنگایشه سنگای بلی بام که میله مکمش نه این کندش ده اینی لقلقیه دیگه این گلا میلهش بیشتر ریخته دیگه کلان ریخته سر باسازی کار داره خیلی وجه خرابه اینجا کلان ریخته اینجا خیلی جوی گرفته دیگه اینم بندی برق از مو بوده گاه که آو زیاد باشه خب برق کار میگه نه جی؟ آو نیه دیگه این سال این موقع سال اصلا آو پیدا نمیشه مقصد میشه که زمین رو در زور آو بخوره دیگه محمد چه سال پیشتن؟ نیلغا خوب شد باگ نیه جی؟ شبتاله لیله باگ از خیلی دیگه
خالصه هم معلوم میشه از اینجا کشم. کنم چیز کده نه؟ بیرون شیره گیل میل نکده؟ نه او معلوم میشه چون قبلا طریق بودگی حالا کشن جلو وشده با گیل که تازه دختاشی از ایرانم در کش کن کنم اونام چینل داره ما بلد نیم خبرم ندارم دیگه هم از خانه باقی مزیا از بل دیوال شی دیگه اینجا هم سعی که موش خار کده سنور گیل کن بچه اینی رزین سعی که اینجا موش خار کده اونجا موش خار کده کات برگی کادا رشون بیمی دیگه خوب دستا شب و نور کنان فاقای مردک خب دستا این بود برنامه امروز از مو خوشحال میشه که همیشه قد از مو باشین مور حمایت کنین کامنت های قشنگ از مو دریغ نکنین آجه من تو کامنت خوش تره دیش او از آپلود هم دوم مگه او منزیه بلدیم کامنت نه دست من ماره گوشی قشار زدم زخت دیگه خواه رفتی دیگه نشتلش بخوانم امروز آوردم سمیخانی دیگه منتظر کامنت های قشنگ شما سی دستا یم از خانه آجیمه کادون چی فقط بیرون چی نشان دادید که داخل شی چون خیلی خشپش بین چه نامنظمه خوب نشان ندادید دیگه ویش انشالله گزندگی بود بعدنا دیگه این بود برنامه امروز از ما دیگه خوشحال باشین جور باشین صحتمند باشین در جای هستین دیگه آجای گفتنی نداری آبایی چطوره ایت نمگی دوستا دیگه میتر اتنا سا خواهی دیگه خدافیز روشم سکار کنی دیگه خدافیز روزگار زندگی